نوروز یکی از جشن‌های باستانی مردمان فارس و تاجیک و یا آریان نژاد است. با به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این جشن باستانی احیا گردید. با تشبث بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال 2010 نوروز جشن بین المللی اعلان گردید. نوروز نه تنها در میان مردمان فارس و تاجیک بلکه در میان مردمان جهان جشن گرفته می شود. یعنی آنها این جشن باستانی ما را اعتراف و جشن می گیرند. تخمیناً 4000 سال پیش دهقانان به زراعتکاری مشغول شدند. وقتی بهار آمد، در بهار مردمان آبپاشی می کردند که آن رمزی حیات و فراوانی را داشت. آتش باشد رمزی نیرو و عدالت است. مردمان با آمدن بهار سمنک می کردند. سمنک رمزی خوشبختی، آسایشتگی و احیای دوباره طبیعت است. مأخذهای تاریخی جشن نوروز را به دوره شاه جمشید نسبت می دهند. شاه جمشید شاهی عادل بود و او با فرا رسیدن بهار می گفت سال نو آمد. شاه جمشید مردم را به عدالت دعوت می کرد. تازگی خانه، آب پاشیدن به گرد و اطراف آن یکی از عنعنه‌های نوروزی به حساب می رود. بانوان برای آنکه همان سال فراوانی آید خانه خود را با 7 سین و 7 شین آرایش می دادند. در این روزها مردم برای استراحت و فراغت خود به کوه و صحراها می رفتند، خرسندی می کردند، گلخن می افروختند. در گرد آن جمع می آمدند و صحبت می کردند. مردمان ما هر سال این روز را بی صبرانه انتظار می شدند. آنها در این روز فقط خرسندی می کردند و می گفتند که هر روز ما در دوام سال چنین باشد. در این جشن مردمان آریایی با عیادت خویش و اقربای خود می رفتند. با همدیگر هدیه ها می دادند. آنها می گفتند که این عیادت مناسبت آنها را باز هم نزدیک می کند. ما جوانان دوران صاحب استقلالی خرسند از آنیم که این گونه جشن‌های باستانی در دوره ما با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو احیا کرده شدند. آمد جشن نوروز به تمام شمایان مبارک باشد. هموطنان عزیز.